سلام وطندارا، امید که جور سفرم باشید. وطندارا چطور میتونیم در موبایل اندروید یا آیپد رو فعال کنیم؟ ویدیو رو تا آخر تماشا کن، لایک فالو از کنه. بیا بریم طرف آموزش. وطندارا اول بیایید این صفحه موبایلتان را کش کنید، جره بعد این اپشن را فعال کنید یا آن کنید. بعد از بیایید این سر قسمت وی پی ان تان، هر وی پی ان که باشه دوستا فرق میکنه. بعد وی پی ان را بالا کشید، بعد این جا کلیک کنید، بعد اسپلیت اسکرین این را کلیک کنید دوستا. این را کلیک کردین، بعد بیایید داخل گیم را سیو کنید. داخل گیم که در آمدین دوستا، صفحه موبایل در بتین توصیه بخوانید دوستا، توصیه بخوانید، بعد این را کش کنید. حالا بر شما حالت آیپد یو فعال میشه. وطندارا 100% حالت آیپد یو برتان فعال میشه. اگر یک دفعه نشد 3 دفعه امتحان کنید انشالله 100% برتان جور میشه. این حالت آیپد یو برای ما شما فعال شد فعلا. وطندارا این تنها برای موبایل های اندروید میشه، برای آیفون نه. اینه وطندارا حالت آیپد یو برای ما فعال شد. اینه دوستا حالت آیپد یو برای ما فعال شد. این وطندارا حالت آیپد یو برای ما شد. وطندارا اگر از ویدیو خوشتان آمد لایک فالو کنید، منتظر ویدیو بعدی باشید.